سلام و درود به شما دوستان گرامی، حالتون چطوره؟ امیدوارم هر جا که هستین تنتون سالم، جیبتون پرپول، حال دلتون در کنار عزیزاتون و خانوادتون توپ توپ باشه. خب یه خوش آمد میگم بهتون به اولین اپیزود سری پادکست های تریدر پلاس که قراره اینجا با هم دیگه در مورد تجربه های دیگران و لایو با هم دیگه از چند تا عزیزانی که حالا به سود مستمر رسیدن، پراپ کار کردن، پراپ پاس کردن و حالا بر حسب تجربه زندگیشون و باشون صحبت میکنیم و شاید نکات کلیدی باشن که به درد شما بخورن و کلی نکات و صحبت و مثال و خیلی از داستانهای دیگه در مورد خودآگاهی، توسعه فردی، سرمایه گذاری، رسیدن به موفقیت برای اینکه بخوای بیزینست رو رشد بدی یا اگر حرفه‌ای بلدی میخوای کاری انجام بدی با همدیگه اون کارو شروع میکنیم و با این سری پادکست هایی که قراره براتون به اشتراک بذارم دوست دارم منم باهاتون همقدم بشم و حداقل 40 تا 45% راه رو چشماتون رو باز کنم و با آغوش باز با هم دیگه این مسیر رو شروع کنیم. خب امروز میخوام در مورد این که چون سری پادکست های تریدر پلاس ببینید قراره با هم دیگه بیشتر در مورد مبحث ترید صحبت کنیم دیگه، شاید یه سری پشت پرده ها، یه سری نکات، یه سری اتفاقاتی که حتی شاید در روز برای من بیفته و برای خیلی از آدمای دیگه، من اینا رو میام براتون پادکست میکنم و حالا شما چون بدون تصویره، حالا تو ماشین باشین، پشت ماشین، پشت موتور با گذاشتن هدفون، ایرپاد و حالا هر چیز دیگه ای بتونین راحت‌تر گوش بدین و از این نکاتی که قراره تو این سری پادکست ها براتون به اشتراک بذارم لذت ببریم و بهترین بهره رو ازش ببریم. یه لیستی آماده کردم در مورد اینکه ترس برای از دست دادن موقعیت‌های معاملاتی و نرسیدن به موفقیت. ببینید شاید این دوتا همون اول فکر کنین که متفاوتن. ببینید ترس از نرسیدن به یک موقعیت معاملاتی یا جاموندنش حالا میتونه به هر دلیلی باشه و مربوط بشه به ترس از موفق نشدن، یعنی اینکه شما میترسین که آیا من موفق میشم تو این کار ترید، آیا من واقعا به اون سوددهی میرسم، آیا بعد از این همه این کلی ضرر دادم، کلی پروفیل کردم، آیا میتونم به اون خواسته هایی که دارم، به اون دیدگاهی که از نظر خودم و اون پیشرفتی که دارم و اون زندگی لاکچری که هر روز دارم تصورش میکنم، رویا پردازی میکنم، آیا واقعا من به اونا دست پیدا میکنم یا نه؟ و قراره در مورد این موضوع با هم دیگه امروز یه خورده بحث کنیم. و خب من چون تنهام و دارم تنها صحبت میکنم و این وایس میدم به بچهای تیم و اونا کاراشو انجام میدم، اگر هر سوالی داری، هر موضوعی که متوجه نشدی تو کامنت ها بهم بگو، من با جان و دل چون خودم همه رو بررسی میکنم جوابتو میدم. خب بریم در مورد این صحبت کنیم که ترس از دست دادن موقعیت، اصلا ما چرا موقعیت از دست میدیم؟ اون لحظه ای که ما موقعیت از دست میدیم، حالا چه یه موقعیت باشه، چه اصلا دو موقعیت باشه، چه سه موقعیت، اون لحظه ما چه فکری در مورد خودمون میکنیم؟ اون لحظه واکنشمون نسبت به اون لحظهمون، نسبت به اون مارکت و دیدمون نسبت به مارکت چی جوری میشه؟ الان میخوام در مورد این مورد صحبت کنم. ببینید اصلا مهم نیست که شما چرا موقعیت از دست دادی. حالا یکی میگه من دیر وارد شدم، یکی میگه من در هنگام تحلیل بودم، یکی میگه اصلا حواسم نبود، یکی میگه من صبر کردم که یه تایید دیگه بگیرم، یکی میگه از لحاظ ترسم که شاید استاپ بشه ورود نزدم، یکی دیگه میگه من چون استاپم خیلی بزرگ در میومد ورود نزدم و خیلی صحبت‌های دیگه که یه سریاشون منطقی ان، یه سریاشون منطقی نیستن و یک راهکاری وجود داره برای حل کردن اون موضوع. حالا بریم بپردازیم که من یه سوالی دارم از شما. اونس جهانی طلا الان در حال حاضر $4300 رو سقف زده، داره میره به سمت $4360. به نظر شما $3500 تا بخواد به اینجا برسه، از $3500 با یک موقعیت به این تارگت رسیده یا یه شبه به این تارگت رسیده یا اصلا روی یه سبک به این تارگت رسیده؟ چی جوری؟ معلومه که نه، معلومه که یک شبه نیست همچین حرکتی، معلومه که با یک موقعیت همچین اتفاقی نیفتاده. صدها موقعیت با 100 نوع سبک معاملاتی در هنگام سعودی شدن قیمت اونس جهانی طلا وجود داشته. حالا شما یکی رو نگرفتی، دو تا رو نگرفتی، صبر میکنی برای سومیش. یعنی این دلیلی نمیشه که بخوای سرکوف بزنی و بگی من بیارزشم، من اگر با فلان حجم وارد میشدم الان حساب پراپم پاس بود و الان حسابم 2 برابر میشد و خیلی حرفای دیگه. ببینید توی بازارهای مالی اگر بخوای به این فکر کنی که
ای کاش میگرفتم، یا ای کاش حجممو بیشتر میکردم، یا ای کاش دستی خارج نمیشدم، یا ای کاش تیپیمو رو سه نمیذاشتم. از مادامی که این ای کاشه رو شما آغاز میکنی و به زبون میاری، پس رفتتون شروع میشه. یعنی رک و پوسکنده دارم بهت میگم. چرا؟ چون خودم دیدم. یعنی اینکه شما اینکه به این فکر کنید که چرا انقدر سودو نگرفتی، شما 60 پیپو گرفتی ولی 200 پیپ حرکت بوده. ببینید تمام حرکات مارکت مال ما نیست، یعنی همه سود مارکت مال ما نیست. ببینید ما طبق استراتژیمون، طبق تلاشا، تمرینات و بک تستایی که گرفتیم، مثلا میگه آقای X استراتژیش میگه آقا شما آره 2 باد خارج بشی، مثلا شما روزی 2 تا پوزیشن میزنی، آره 2 خارج میشی. ولی آقای ایگریک میگه نه، من یه پوزیشن میزنم، طبق ریس فری پلی میرم جلو، حالا یا میخواد آره 3 به من بده، آره 4 به من بده. الان به من یه قولی بده که این چیزی که میخوام بهت بگم رو تو خودت اصلاح کنی. بعد از اصلاح کردن این موردی که میخوام بهت بگم، خودت پیشرفت خودت رو حس میکنی. این که شما این رو در خودت اصلاح کنی که مارکت یک شبه نیومده و یک شبه هم نمیره، و اینکه شما اگر موقعیت‌های امروز رو از دست دادی، قرار نیست موقعیت فردا رو از دست بدی. فردا شاید موقعیت‌های بهتری باشه، سودهای بیشتری باشه، سودهای خفن‌تری باشه. گرفتی چی میگم؟ و مارکت رو اینجوری نگاه نکن که چون داره به همه سود میده ولی به تو داره ضرر میده. این رو در خودت اصلاح کن. اینی که اگر شما داری روی طلا کار میکنی، طلایی هم وجود نداشته باشه، یوروی وجود داره. اگرم یوروی هم وجود نداشته باشه، جی بی پی یو اس دی وجود داره. یعنی اینکه شما برای اینکه بخوای این مسیر رو بری، یه راه حلی وجود داره. این شاخص ها، این جفت ارزها، حتی توی کریپتوکارنسی، اینا قرار نیست حذف بشن، اینا هستن. تا حالا به این فکر کردی که اون تایمی که شما اصلا با ترید آشنا نشدی، تریدی نمیدونستی چیه، آیا مارکتی وجود داشت یا نه؟ 100% که وجود داشت. پس اون تایمایی که شما ترید نمیدونستی چیه، موقعیت هایی بودن که داشتن سود و ضرر میدادن. و الان هم اگر شما داری موقعیتی از دست میدی، به این فکر کن که تایمی که شما توی مارکت نبودی موقعیتی وجود داشته. پس موقعیت توی مارکت بیشماره. این شمایی هستین که از این موقعیت ها چی جوری دارین استفاده میکنین، با چه دیدی دارین به این موقعیت ها نگاه میکنین. هر شخصی با یک طرز فکر و یک سبک زندگی متفاوتی داره ترید میکنه و زندگیش داره پیش میبره. الان من و شما اگر از ما یک سوالی بپرسن، خب اصولا شما شاید یه جوابی بدی، من یه جوابی بدم. هیچ کدوم از این جوابا غلط نیستن ها. نکته کجاش قشنگه؟ اینی که شما نسبت به اون سبک زندگی و طرزی که بزرگ شدی اون چیز رو داری جواب میدی، اون سوالو. و چون منم به شکل دیگری بزرگ شدم و آگاه تر شدم و علم و دانش کسب کردم، جواب یه چیز دیگر رو میدم. جفت جوابا درستن. اینو میخوام بهت بگم که ما هیچ وقت شاید اصلا اشتباه نکنیم. چرا؟ چون اون چیزی که از دید من درسته، از دید شما شاید غلط باشه. از دید شما غلط نیست، شما از یه دید دیگه ای دارین به این قضیه نگاه میکنی و جفت دیدها درسته. خب این سوال دیگه، به نظر شما اگر 2 نفر برن برای استخدام یک کاری، یکی اعتماد به نفس بالایی داره، یکی دیگه اعتماد به نفس بالایی نداره، به نظر شما کدوم از این افراد میتونن توی اون کار استخدام بشن؟ 100% اون شخصی که اعتماد به نفس بالایی داره. چرا؟ چون شما وقتی که اعتماد به نفس بالایی داشته باشی، هیچ چیزی برای شما دیگه پیچیده نیست، و اون کسی که اعتماد به نفس کافی نداره همه چیزو پیچیده میبینه و خودشو دست پایین میبینه. اینکه شما اعتماد به نفس داری، میگی آقا همچین اتفاقی اگر تو مارکت بیفته من وارد پوزیشن میشم، و هیچ وقت خودتو دست کم نمیگیری. اگر یه فرصتی از دست رفت میگی فرصت بعدی از دست رفت. یک بهونه شاید برای خودت بیاری، ولی این بهونه دلیل نمیشه که تداخلی ایجاد بشه برای زدن پوزیشن بعدی که بخواد حس طمع به دست بده، یا اینکه بخوای به این قضیه فکر کنی که من چون 200 پیپ سود قبلی رو از دست دادم، اینجا رو با حجم 2 برابر برم که بتونم جفت موقعیت‌ها رو جبران کنم. و اگه یه مثال دیگه براتون بزنم، شما رو اگر یک شخصی توی مهمونی دعوت نکنه، اون کسی که آدم بی اعتماد به نفسیه، میره چکش میکنه، آره کیا اومدن تو مهمونی، کیا نیومدن، کجا مهمونی گرفته. آدم بی اعتماد به نفس اینجوری ضعف داره، ولی کسی که اعتماد به نفس بالایی داره خودش میزبان یک مهمونی بهتری میشه. این فرق بین کسی که میترسه
برای رسیدن به موقعیت بعدی یا فرصت بعدی یا هر چیز بعدی دیگه. اون کسی که الان باید بره یک جایی ولی راش نمیدن، باید بگرده دنبال این که چه کاری میتونه انجام بده که خودش میزبان اون جا بشه، میزبان اون کار بشه. و در کل رسیدن به موفقیت توی ترید، شما یکی توی زندگیش خب تمام سبک زندگی و کلا متفاوته. یکی میبینی توی سختی بیشتری داره کار میکنه ولی 7 ساله به یک نتیجه دلخواه خودش میرسه. یکی میبینه توی رفاه داره زندگی میکنه و اینجام 2 تا شاخه داره. اونی که توی رفاه داره زندگی میکنه شاید با گرفتن 2 تا منتور خوب 2 سالی و 3 ساله نتیجه بگیره. شاید هم مثلا انقدر توی بعد این وجود داره که من دارم و نیازی به آموزش دیدن ندارم و نیازی ندارم که بخوام ترید کنم و به خودم سختی بدم، موفق نمیشه. و در کل موفق شدن توی ترید کلا برای هر شخصی متفاوته. یکی 5 ساله، یکی 3 ساله، یکی 7 ساله. و حتی شخصی هم دیده بودم اومده بود دایرکت اینستاگرام هم درباره موضوعش صحبت می‌کردیم که شاید بگم بالای 3 میلیارد لیکوید شده بود، چند بار لیکوید شده بود که مجموع شده بود 3 میلیارد و هولوش فکر کنم 8 سال بود توی این کار بود. و خب من ازش سوالایی پرسیده بودم که اون سوالا رو جواب نداد و کلا مسیر رو داشت اشتباه میرفت. چرا؟ این از کجا میاد؟ این از این که فکر میکرد هرچی پول توی یه مارکت بیاره موفق تره. هیچ وقت من بهش گفتم 1/100 اون هزینه‌ای که شما اووردی و لیکوید شدی، اگر پولی دوره درست سرمون میدادی یا پولی منتور میدادی یا پولی یک کلاس حضوری میدادی، شاید نتیجه دلخواهتو تا الان گرفته بودی. و شاید شما فکر میکنید که هر چقدر پول توی مارکت بیاری، هر چقدر بیشتر لیکوید بشی، تجربه بیشتری کسب میکنی. و بعد این آقا الان میترسید که دیگه پولی توی مارکت بیاره. چرا؟ چون از اول راه داشت اشتباه میرفت، جاده‌ای رو داشت آسفالت میکرد که هیچ ماشین روی اونجا نیست. و یه سری افراد دیگه ترس از این دارن که شاید اصلا من مال ترید نیستم، شاید اصلا من توی ترید موفق نشم، شاید اصلا من به سود مستمر نرسم، شاید اصلا این کار مال من نیست، من 3 بار لیکوید شدم و دیگه میترسم بخوام ترید کنم شاید لیکوید بشم. اینجاست که تو دورایی قرار میگیرن. اصولا 90% افراد همینجا خارج میشن. چرا؟ چون ترسیدن و فکر میکنن تهی دیگه وجود نداره، تهش فقط ضرره. ولی 10% افراد که خیلی تعداد کمترین از 10%، اونا موفق میشن. چرا؟ چون میمونن. چرا؟ چون ترسی توشون وجود نمیمونه. چرا؟ چون انقدر اعتماد به نفس بالایی دارن، یک جواب درست، یک کار درستی برای اون ترسشون پیدا میکنن و استفاده میکنن و ازش بهترین بهره رو میبرن. و این مطلب هم جا نذارم، من اینو توی یکی از وایس های چنل تلگرامم یک وایس آماده کرده بودم برای اینکه شما بخوای یک بیزینسی رو شروع کنی و بخوای دیدتو نسبت به اون قضیه عوض کنی. ببینید، برای شروع هر بیزینس، چه حالا ترید باشه، هر چیز دیگه‌ای، هر حرفه دیگه‌ای اگر باشه، شما اولین قدمی که برمی‌داری این که باید به خودت و بیزینست ایمان داشته باشی. یعنی که هیچ ترسی وجود نداشته باشه که تهش چی میشه، چه اتفاقی میفته، آیا من مال این کار هستم. ببینید، الان من آدمی میارم که شاید 3 ساله توی کار خودش خیلی خوبه، ولی همیشه داره به این فکر میکنه که اگر موفق نشم چی. یعنی درسته خیلی هم میگن آقا تو حال زندگی کن. ببینید، شما تو حال زندگی بکن، از اون لحظت استفاده کن و لذت ببر، ولی این که بخوای تلاش کنی برای لحظت، این به نظر من چیز خیلی به درد نخوری. شما تلاش میکنی که فردای راحت‌تری داشته باشی. شما اینجوری میتونی موفق باشی و اینجوری میتونی ترستو از بین ببری، این که به فکر 1 سال بعد، 1 ماه بعدت یا هفته بعدت نباشی. اینکه شما الان باید بگی من یه کاری بکنم که از دیروز خودم بهتر باشم. اگر مثلا من دیروز فلان کاریو کردم نتیجه خوبی داد، امروز هم اون کار رو انجام بدم، در کنارش یک کار دیگه انجام بدم که ریشه و مربوط به همون کار باشه که من بتونم پیشرفتم و نسبت به دیروز بهتر کنم. و این دید کوچیکیه، ولی اگر در بلند مدت، حتی اگر یه برگ خودکارم بیاری، میتونی متوجه این بشی که شما وقتی در این کار رو انجام بدی در بلند مدت، توی ترید باشه، توی هر بیزینسی دیگه باشه، به اون سودی، به اون سود مستمر دلخواهت میرسی. و نکته بعدی که میخوام بهتون بگم در مورد این ترس از معامله کردن. ببینید،
چه اشخاصی ترس از معامله کردن دارن؟ ببینید اگر من شهداد بک تست درستی نگرفته باشم، استراتژی و سیستم معاملاتی مشخصی نداشته باشم، خب میترسم ورود بزنم. اگر استاپ بشه چی؟ اگر از اینجا من بخوام وارد پوزیشن بایی بشم، اگر بخواد ریزشی بشه فقط استاپ منو بزنه. ببین این کلمه این که فقط بخواد استاپ منو بزنی نیست، چون مارکت عاشق $10 $20 $100 $1000 استاپ ما نیست که مثلا بخواد عدل استاپ ما رو بزنه ولی به همه سود بده. این دیدگاه اشتباهیه که شما بخوای به این قضیه فکر کنی که من هر پوزیشنی که میزنم اول میاد استاپ منو میزنه. شما قبل از زدن اون معامله اول باید به این فکر کنی که آیا حد ضرری که داری جای امنی هست، توی لیکویدیتی نباشه که مارکت اگر میخواد یک حرکت خیلی خوبی هم انجام بده در جهت پوزیشن شما، اگر تو بخش لیکویدیتی بذارید خب 100% استاپ میخورید. ولی خب اگر پشت لیکویدیتی بذارید اصولا خب خیلی احتمالش کمتره که بخواید شما استاپ بخورین. و اینکه برگردیم به بحث خودمون، اینکه اگر وقتی من یه چیز مشخصی داشته باشم، میدونم کجا ورود میده، کجا ورود نمیده، کجا استاپ میده، کجا تیپی میده، کجا با 2 خارج بشم، تا کجا اینو تا تیپی 4 همراهی کنم، کدوم اوردر بلاک معتبرتره، کدوم فی ولیو که روی کدوم از این نواحی من میتونم وارد معامله بشم، چه نوع کندلی اگر داد وارد معامله بشم، چه نوع کندلی نداد وارد معامله نشم. تمام اینها از سمبر تکرار میاد، از بک تست و فورورد تست میاد. این چیزها رو اگر نداری باعث استرست برای معامله کردن میشه. چرا؟ چون چیز مشخصی نداری. شاید شما الان داری معامله میکنی، یکم دیگه بگذره میبینی من قبل معامله میکردم با 3 تا سبک داشتم کار میکردم. ولی اصولش اینه که شما یه سبک رو بگیری، بینه سازی کنی، روش کار کنی، پیشرفت تو روی اون انجام بدی و مطمئن باش سود مستمر روی این سبک در میاد. حتی اگر 1000 نفرم بهتون بگن که این سبک قدیمیه، هیچ سودی نمیده، به درد نمیخوره، حتی صاحب این سبک هم دیگه این کارو نمیکنه، تمام این حرفا رو بندازین دور. تمام سبک و حتی سبک 100 سال پیش هم اگر شما بیاین اینجا بک تست بگیری، بهینه سازیش کنی، طبق اون چیزی که میخوای در بیاری و تمرین و تکرار روش داشته باشی و جا نزنی، مطمئن باش از اون میتونی بیشتر از اون کسی که فکر میکنه داره با سبک بهروزی کار میکنه پول در بیاری. خب مثل اینکه رسیدیم به اتمام پادکست. خیلی ممنونم که تا انتها همراهیمون کردی و گوش دادی. امیدوارم که مطالب مهم و به درد بخوری رو بهت داده باشم و امیدوارم شاید اگر سوالی داشتی، سوالی برات پیش اومده بود، اونا رو برطرف کرده باشیم. و اینکه حتما ازت میخوام که کانال سابسکرایب داشته باشی. از ویدیوهایی که ما هر روز آپلود میکنیم، تحلیل‌های طلا و جفت ارزها و کلی آموزش‌های تکنیکال، روانشناسی و احتمالاً هفته 2 الی 3 بارم قرار پادکست داشته باشیم در مورد این مطالب و قرار مهمان‌های اینجا اضافه کنیم. حالا چه با تصویر چه حالا بی تصویر، اینو حتما داخل کامنت‌ها به من بگو که با هم دیگه از فردا بهتر کنیم. که فردا میبینم تو ویدیو بعدی. خیلی عشقید. لایک، کامنت، سابسکرایب هم فراموش نشه. قربون تک به تکتون. شبتون بخیر.